درود عزیزان، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. در جلسه دوم کوچ اجباری مختص پناهجویان و مهاجرین فارسی زبان خوش آمدید. در جلسه دوم کوچ اجباری ما آشنا میشیم با انواع کیس پرونده های پناهجویی و پناهندگی. در این جلسه میخوایم که با مفهوم کیس پناهندگی یا تفاوت پناهجو پناهنده، اجزای اصلی پرونده و انواع مبانی احتمالی درخواست حمایت بین‌المللی آشنا بشیم. اینکه کیس پناهندگی به چی میگن؟ کیس پناهندگی مجموعی از اطلاعات هویتی، سوابق، روایت شخصی و دلایل ترک کشور، نوع آزار یا تهدید خطر بازگشت، مدارک مرتبط هستش که فرد برای درخواست حمایت بین‌المللی در کشور میزبان ارائه میدهد. به زبان ساده میتونم بگم پرونده باید بتونه به چندین سوالهای اساسی پاسخ بده که اینکه فرد چه کسی هست و چه پیشینه‌ای داره و چرا کشور مبدأ خود را ترک کرده هست، چه آزار، تهدید یا خطری رو تجربه کرده که با آن مواجه هست، در صورت بازگشت چه خطر مشخص متوجه او خواهد شد، چرا نمیتونه از حمایت مؤثر مقامات کشور مبدأ برخوردار باشه که حالا اون پیچیدگی که قوانین هست که حالا در جلسات آینده من بهشون اشاره خواهم کرد، نسبت به نوع پرونده مقایسه خواهیم کرد، چه مدارکی میتونه روایت فرد رو بتونه پشتیبانی بکنه. سعی می‌کنم در جلسه سوم درباره مبانی مقررات قانونی مرتبط با کیس پرونده ها صحبت بکنیم و در جلسه چهارم هم که موضوع مدارک و نحوه مستندسازی پرونده رو بررسی خواهیم کرد. تفاوت پناهجو و پناهنده، خب خیلی‌ها نمی‌دونن که برخی در جاهایی که مشاوره ها من متوجه میشم. پناهجو کسی هستش که از کشور مبدأ خود خارج شده، در یک کشور دوم مستقر شده، برای دریافت حمایت بین‌المللی درخواست داده، اما هنوز درخواست او رو به صورت نهایی پذیرفته نشده‌اند. یعنی به این شکلی توضیح بدم، فردی که هنوز مصاحبه نشده یا مصاحبه شده بهشون جواب هنوز قطعی ندادن، یعنی پروندهش قبول نشده، بهش میگن پناهجو. کسای پناهنده هستند که همون رفیوجی هستند که بر اساس قانون قابل اعمال و معیارهای مربوط واجد شرایط حمایت به عنوان پناهنده شناخته میشن و سازمان ملل پرونده ها رو بعد از مصاحبه قبول میکنه، میگن پناهنده. یا در اداره مهاجرت دولت ترکیه که بیشترین فارسی زبانان، ایرانیان و همزبانان افغانستانی در ترکیه متمرکزند، به شکل شرطی ملتجی تایید میکنه پرونده رو، ولی این تایید پرونده شرط ملتجی قطعی نیست و به دلیل قراردادهایی که با اتحادیه اروپا داره و اینکه به شکل شرط شروط تا اینکه مشکلش در کشور مبدأش حل بشه بتونه برگرده، موقتا در ترکیه نگهداری میکنن و حالا برمیگردیم در جلسات آینده مفصل در مورد کلا پرونده های پناهندگی در ترکیه رو برای شما توضیح میدم که خیلی‌ها به اطلاع هستن، هیچ منابعی نبوده که اینا رو توضیح بدم برای مردم و اینکه خیلی‌ها بلا تکلیف به دلیل ناآگاهی و عدم دسترسی به اطلاعات هستش که سعی می‌کنیم که در این پروژه تکمیل توضیح بدیم، فقط اینکه شما وقت بذارید و یاد بگیرید و با دیگران شیر بکنید. بنابراین پناهجو بودن به معنای پذیرفته شدن قطعی پرونده نیستش، یعنی همه پناهجوها رو پرونده‌هاشون رو تایید نمی‌کنن. حالا دلایلاشو خیلی گسترده هست که به مراتب در جلسات مختلف من توضیح خواهم داد. اجزای اصلی یک کیس پرونده رو وقتی بررسی می‌کنیم کلاً شامل 4 مورد هستش که یک که آفیسرها هم بیشتر در مصاحبه از شما سوال میپرسن که به شکل عمومی از شما میپرسن، وضعیت خانوادگی، سوابق تحصیلی، سوابق اجتماعی، مدنی، سیاسی، مذهبی یا از آقایون خدمت سربازیشون، شغلشون، همه اینا رو کلا از شما میپرسن و بعد میان به دلیل اصلی درخواست حمایت بین‌المللی، اینکه شما در چه گروهی از پرونده هستید، اینکه سیاسی هستید، مذهبی، عقیدتی، قومی، ملیتی، جنسیتی و کل انواع کیس هایی که بعداً و در ادامه هم برای شما توضیح خواهم داد و میاد میگه که نوع آزار و تهدیدی که شما کلا قرار گرفتید چه هست، یعنی اینکه این فعالیت شما در سیاسی بودن، جنسیتی، عقیدتی، مذهبی، اینکه تهدید شدید، بازداشت شدید، احضار شدید، تعقیب و شکنجه شدید، خشونت‌های شدید، خشونت‌های جنسی و اینکه تهدید به چی، به مسائل کلا حمله و عذرخواهی میکنم، مسائلی که کلا شما رو تهدید میکنه و در مبنای چهارم بهش به اصطلاح میگه که این ایجاد کننده خطر چه بوده هست، یعنی اینکه آیا نهاد دولتی بوده،
نیروهای امنیتی نظامی بوده، گروه‌های مسلح بوده، یا گروه اجتماعی، یا اصلا خانواده دوستتون بوده. و این 4 مبنا رو کلا همیشه آفیسرها در نظر دارن، در پرونده بررسی میکنن و خیلی از پناهجوها غافل هستن وقتی که از پروندهشون دفاع میکنن این 4 نکته بسیار حائز اهمیت رو در نظر نمیگیرن، فقط میان توضیح میدن ما فعال سیاسی هستیم و اینکه دقیقا میگن که به چه دلیلی و این منبع سورسش که ما خطر کلا با خطر مواجه شدیم. همه اینا غافل میشن، به شکل کلی توضیح میدن و پرونده هاشون رد میشه. و این 4 مبنا رو لطفاً اونا که پناهجو هستن در نظر بگیرن، یا اونایی که هنوز پناهجو نیستن و یا به طرق مشکلاتی دارن که واسه آینده بخوان دفاع کنن از پروندهشون در نظر بگیرن. بیشترین آفیسرها به این 4 نکته بیشتر تاکید میکنن. خب کیس امنیتی هست و کیس خطرات جانی، یعنی اونایی که تحت مستقیم تحت تعقیب هستن، تهدید به قتل، خشونت، خطر شکنجه، رفتار مجازات غیر انسانی هستن. پرونده های امنیتی مثل نظامیان هستن، مثل نماینده های مجلس، مثل افرادی که در وزارتخونه ها بیشتر کار میکنن، یا افرادی که در پست های کلیدی هستن و مشکلات امنیتی دارن. اینا رو با یک کیس سیاسی کلا در نظر نگیرید. این همچین پرونده ها رو به شکل غیر اضطراری، یعنی خارج از اون که مدت سالها طول بکشه تا بهشون بررسی کنن، اینو به شکل کلا اورجنتی، به شکل کلا ضروری سفارتخونه ها بررسی میکنن با دلیل، با شواهدی که هست که کلا هر ساله بخشی از افراد مراجعه میکنن. حالا چه کسی فرد رو تهدید میکنه، چرا او هدف قرار گرفته، چه اتفاق افتاده، چه شواهدی و چرا بازگشت میتونه خطرناک باشه. اونایی که حالا در خارج از کشور مبدأ خودشون هستن، در کشور دوم میزبان هستن. و اصل مهم در روایت پرونده میتونه مهمترین بخش‌های از پرونده صداقت انسجام روایت باشه. فرد بتونه واقعیت زندگی، اتفاقات رو براش رخ داده رو تا حد امکان دقیق منظم توضیح بده. ولی خب من در بررسی پرونده ها گاهن به کلاینت ها میگیم که سعی کنید که واقعیت ها، بعضی واقعیت ها رو هم عنوان نکنید. درسته برای شما اتفاق افتاده و به طبع شما به درستی باید توضیح بدید، ولی درست بودن این موضوعاتی که شما اشاره میکنید تبعات اون رو در نظر نمیگیرید و رو راستی شما حقیقت رو میگید ولی با مشکل مواجه میشید. پس میگیم بعضی حقیقت ها رو هم نباید به در دفاع از پرونده بهش اشاره کرد. البته نه همه جا، در برخی مواقع موضوعاتی که وقتی مقایسه میکنیم قوانین ژنو با قوانین پناهندگی در کشور مثل ترکیه برای شرط ملتجی، اینا یه سری تضادهایی هستش که آفیسر بیشتر دقت میکنه. و اینکه مدارک مورد تناقض نداشته باشند و پرونده ها جعلی نباشه و تاریخ ها مشخص باشه، میان علت خروج آزار و تهدید خطر بازگشت ارتباط منطقی داشته باشه. هیچگاه برای تقویت کلا پرونده نباید به شکل مدارک جعلی اشاره بکنید. بیشتر پرونده هایی که اخیراً بررسی کردیم یا پرونده هایی که رد میشن، خب نمیان به شما میگن پروندهتون جعلی هست، بالاخره احضاریه هست، یا پرونده هایی که چون به درستیشون ما تو آرشیفات داریم، وقتی که یک مخاطب برای ما میفرسته ما دقیقاً میدونیم که کلاً این مدارک جعلی یا نه. خب نمیان آفیسرها بگن جعلیه یا با شما برخورد بکنن، چون مفادی هستش که پناهجو آسیب پذیر به هر طرق، همه مشکل دارن دیگه، به طرق مشکل دارن و هر مشکل هم برای پناهندگی نیست. حالا اومدن و دیگه آفیسرها نمیان بگن که شما اینو جعلی هست، پرونده رو رد میکنن و طرف میگه که من احضاریه دارم 10 سال، نگاه کن من چیز دارم، زندان بریدم ولی من پرونده‌ام رد شده. و خب اینا نمیدونن که مثلا در ترکیه و مفادی که قرارداد دو تا کشور دارن با هم دیگه بررسی میکنن و اینجوری نیستش که یعنی آفیسرها پرونده های جعلی رو زود تشخیص میدن، میفرستن برای راست‌آزمایی و پرونده جعلی به دست میاد، دیگه اون پرونده کاملا رد میکنن. تو همه کلا دادگاه ها پرونده ها رد میشن. حالا سازمان ملل زیاد سختگیری نمیکنه، چون قوانین ماده هستش که میگه که فرد فقط به زبان بیاره که مشکل داره برای ما کافی هست. به خاطر همین آمار زیاد کلا پرونده ها در سالهای گذشته قبولی گرفتن و بعداً همون پرونده ها رد شدن در اداره مهاجرت، یا کلا پرونده پناهندگیشون رو دوباره بهشون رد تصمیم گرفتن. و حالا در جلسات بعداً حتما براشون اشاره میکنم چرا قبولی های سازمان ملل در ترکیه رد میشن. همه این دلایل رو برای شما با مستندات کلا توضیح میدم و
اینکه بدونید دقیقاً چه اتفاق میفته. حالا هر مشکلی ما میگیم که مشکل مهاجرت یا هر مشکلی برای پناهندگی نیستش، مثل فقر، بیکاری، مشکلات مالی، نداشتن مسکن، مشکلات اقتصادی، تمایل به زندگی بهتر یا آینده شغلی بهتر، یا خیلی از افراد کلا دیگه در شرایطی که در کشور، در ایران، در افغانستان با مشکل مواجه هستن، فقط این شرایط در کلا پناهندگی میبینن و میان و بدون مطالعه و بدون اینکه کلا بدونن چیکار میکنن و متاسفانه سالها بلا تکلیف بیمار میشن یا فوت میکنن یا به جای نمیرسن، افسرده میشن و مسائل دیگر. ولی اینکه از اول اگر این اطلاعات منابع در اختیارش باشه یا مطالعه بکنه، پیگیر باشه، هیچ زمان این اتفاق نمیفته، میتونه بهتر تصمیم بگیره. حالا انواع کیس پناهندگی رو به مختصر برای شما توضیح میدم و واسه جلسه آینده که با جزئیاتشون توضیح میدم، مثلا ایرانی و افغانستانی ها چه کلا پرونده ها رو ارائه میدن در سازمان ملل در اداره مهاجرت کشور میزبان. کیس خب سیاسی هستش که فعالیت های سیاسی متفاوت هست و اینکه روزنامه‌نگاری سیاسی، فعالیت دانشجویی، کارگری، فعالیت‌های کارگری، بازداشت، احضار، تعقیب، تهدیدهای سیاسی و در جنبش‌های گذشته زن، زندگی، آزادی بیشتر اتفاق می‌افتاد. کیس‌های عقیدتی سیاسی هستش که کلا مخالفت با سیاست‌ها و ایدئولوژی حکومت‌ها، بیان عمومی عقاید، فعالیت‌های فکری و مدنی، انتشار محتویات سیاسی یا رسانه‌ای، حتی در شرایط خاص عقیده‌ای که به فرد نسبت داده میشه. فرد رو در دادگاه‌ها محکوم می‌کنن به دلایلی و همین کیس‌های عقیدتی. خب خیلی‌ها همین کیس عقیدتی رو با سیاسی اشتباه می‌گیرن. وقتی برای آفیسر یا در زمان ثبت نام توضیح میدن، گیج کننده میشه و پروندهش رد میشه، در صورتی که اگر اطلاع داشته باشه از اول به چه شکل عنوان بکنه و خب پروندهش رد نمیشه. و کیس مذهبی هست عقیدتی که برای تغییر دین، مسیحیت، بهایی بودن، زرتشتی، سنی، شیعه بودن، دراویش، گنابادی، یه سری یارسان هست و الحق، ترک دین، بیدینی. در صورت کلا خیلی از کیس های هستش که کلا افراد ارائه میدن. کیس های جنسیتی برای جامعه LGBT هستش که با خطرات جدی مواجه هستن و برای کلا جامعه LGBTQ، برای همجنسگرا یا افراد ترنس، نان باینری و اینترسکس ها و سایر هویت های مرتبط هست که فرد تحت افشای هویت، تهدید افشای هویت یا خشونت خانواده، طرد از خانواده، جامعه و بیان جنسیتی و خیلی از موضوعاتی هستش که در جلسات آینده حتما بهشون اشاره میکنم، چون خیلی از سوالات اینی که خب یک فرد LGBT چه مدارکی میتونه داشته باشه، که من میگم مدارک خودتون هستید، به خصوص بخش ترنس ها کلا نیازی به مدارک نیستش و مهم این که چطور توضیح بدن. متاسفانه الان در ترکیه شاهد ردیه پرونده ها در این بخش هستیم، ولی خب ما تلاش میکنیم که این پرونده ها تاییدیه بگیرن یا بتونن از کشور خارج بشن و به یک کشور امن. و مسائلی که هستش که در جلسات آینده حتما برای شما توضیح میدم چرا همچین پرونده ها رد میشن و چی باید بگید که شما ها کلا رد نشید. خب یه فرد LGBT مدارکی نیازی نداره که اینکه چطور طرد شده و شرایطی که کلا داره بتونه به درستی کلا بیان بکنه و طبق قوانینی که در کشورش حاکم است. کیس زنان هستش که خشونت‌های جنسیتی و اینکه خشونت شدید ازدواج‌های اجباری یا تحمیلی هست، خشونت‌های ناموسی هست، به خصوص بخش اهواز، بخش عرب زبان‌های بیشتر کلاً بخش ایران هستن که این کیس‌های پرونده ارائه میدن و در مورد خشونت‌های جنسی، اسیدپاشی و محدودیت‌های شدید کلاً دلایل مخالفت‌های قومیتی هست که در سالهای گذشته فرد رو بازگرداندن و چه اتفاقی براش افتاد. حالا مسائلی که زیاد هست، کیس قومی هست، قومیتی هست، افراد با قومیت‌های مختلف توی مسائل درگیر هستن و اینکه به دلایل مختلف کلا پرونده ارائه میدن. برای ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها کلا پرونده هاشون صرف این که مذهب و سنی بودنشون یا قومیت، این که مثلا زن شوهر یکی از ایران یکی از افغانستان هست و اینکه خانواده هاشون کلا درگیر موضوعاتی میشن. و حالا کیس خانوادگی هم در بخش همین زیر مجموعه کیس اجتماعی هستش که ازدواج های اجباری هست، تهدید به قتل، خشونت ناموسی، اینا مسائلی هستش که کلا تو این پرونده ها ارائه میدن. صرف خانوادگی بودن هم کلا
مشکل چیز نیست، یعنی مشکل کافی نیست، یعنی شرایط قانونی پرونده باید احراز بشه. کیس‌های حقوق بشری داریم، فعالیت‌های حقوق بشری هست، حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق جامعه LGBTQ هست. افرادی هستن که کلا به دلیل عائله کلا فعالیت‌های حقوق بشری و مدنی با مشکل مواجه میشن با سیستم قانونی. و یا کیس‌های رسانه‌ای هست، شاید بگید اینا هم کیس خیلی اشتباه میگیرن، سیاسی هستن که با اینکه متفاوته. کیس‌های رسانه‌ای یا روزنامه نگاری که افراد به دلایل شغلی کلا با مشکلات مواجه میشن در فعالیتشون در شبکه‌های اجتماعی یا تولید کننده‌های محتویات کلا سیاسی حقوق بشری هستند. و گاهی پرونده فقط یک مبنا نداره، یعنی چند عاملی هستش که در کنار یک پرونده ایجاد میشه، بهش میگن کیس‌های ترکیبی یا چند مبنایی. البته بخشی از افراد اینا رو اشتباه میگیرن، میان پرونده رو ادغام میکنن. پرونده های ادغام به خصوص در ترکیه قوانین شرط ملتجی بیشتر آمار پرونده های ردی هست. خب بی اطلاع هستند و ما در پرونده ها داریم میبینیم، سعی میکنیم در جلسه آینده بهشون اشاره کنیم. افرادی که کلا هنوز مصاحبه نشدن یا در زمان دفاع پروندهشون دقت بکنن. و خب این کیس ترکیبی یا چند مبنایی متفاوت هست که اینکه فرد یک فعال سیاسی اگر باشه میگه که خب من کیسم سیاسیه، و اینکه فعالیت‌های سیاسیشون اینی که فعالیت‌های حقوق بشری انجام میده، یا سیاسی هست کار رسانه‌ای انجام میده، و سیاسی هست به دلیل قومی بودن، به دلیل مذهب، به دلیل جنسیتی بودن یا خانوادگی، و اینکه یه زنه، اینکه یک زن با مذهب، زن با خانواده و شرایطی که به همدیگه کلا مرتبط هستند. و این کلا چند بعدی هست که اینو با نباید ادغام کرد. پرونده ها که ادغام میشه آفیسرها بیشتر گیج میشن، نمیدونن آفیسر. اگر خاطرتون هست بیشتر این پرونده هایی که برای کمیسیون میفرستن و ماها سالها طول میکشه جواب نمیدن، به دلیلی که وقتی که یه آفیسر نمیتونه تشخیص بده پرونده رو رد بکنه یا تایید بکنه، میفرسته به کمیسیون و کمیسیون متشکل از آفیسرهای پرونده هستن که میشینن کلا مرور میکنن ببینن که این پرونده چقدر کلا صحت آسیب پذیریشون بتونن بررسی بکنن. و سخن پایانیم به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی است و هدف این جلسات اینه هستش که با مفاهیم کلا پرونده ها، افرادی که به دلایل مختلف کشور خودشون رو ترک میکنن، منابع ندارن مطالعه بکنن، و ما سعی میکنیم که طبق تجارب خودمون در پرونده ها و افراد بتونیم اینا رو بررسی بکنیم، بگیم که آفیسرها در مصاحبه چه سوالایی میپرسن، شما نسبت به نوع کیس پرونده ها چطور از خودت دفاع بکنی، یا یه پرونده رد شده چطور استیناف بده، و اینکه بدونیم که چه کار میکنیم. خب هیچ زمانی در این مسیر بلا تکلیف نمیمونیم. و اینکه حالا سعی میکنیم در جلسات سوم درباره انواع پرونده های ایرانی ها، افغانستانی ها، مبانی قانونیشون مرتبط با پناهندگی در چارچوبی که سازمان های بین المللی مثل UNHCR یا قوانین ژنو مقایسه بکنیم طبق قوانین اساسی که نسبت به پرونده ها هست، و افراد میتونه کلا در دفاع از خودش توضیح بده اینا رو. و تمامی کلا ویدیوها و جلساتی که به شکل آنلاین برگزار میکنیم از طریق اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام و بخش پلتفرم‌های سازمان خانه ایران آپلود میشه. اونجا میتونید گوش بدید، نظر بدید و اگه سوالی داشته بپرسید، یا اگه خواستید ما رو پرونده های شما کار بکنیم در هر کجای کلا این کره خاک هستید، در یک کشور دوم باشید، ما بتونیم پرونده های شما رو بررسی بکنیم، برای نگارش متون ادبیات کلا پروندهتون بهتون کمک بکنیم، و اینکه بتونید شما از پروندهتون دفاع بکنید و ما با هم میتونیم دنیای بهتر برای همدیگه بسازیم. و آرزو میکنم زندگی همه ما هر جا که هستیم امن و همراه با آرامش باشد. مواظب خودتون باشید و بدرود تا درود دیگر.